هیچ که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یکی حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. سلام بابا ایشان. سالی که مکتب را ختم می کردم یک جوان خوشرو عاشقم شد. چهرهش به ایمان و با توفیق می نمود. پس از گذشت زمان خود به او عاشق شدم و با وسوسه شیطان با تلفن با او حرف می زدم. پس از ختم مکتب مادرش به خواستگاری آمد. در این بین مادرم با یک جوان قاری قرآن گپ زنان کرد که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یکی حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. بعد یک چند ماه با دوست داشته خود توی شدم. از روز اول زندگی من خوب نبود. خویشاوندانشان که برای قواقی بودنم دوست نداشتنم. مادرش هم آنقدر دوستم نداشت. تربیه من از او خیلی فرق میکرد. بعد یک سال زندگی امان فهمیدم که شوهرم نشأمند است و به تقدیر تن داد زندگی را ادامه دادم. فرزنددار شدم. زندگیم دیگر خوب نشد. برعکس شوهرم تهمت میکردگی شد که با مرد خیانت کردم. پس از چند ماه مادرش هم به این تهمت ها شریک شد. از شنیدن این گونه سخنها در غضب آمدم و به اجازت شوهر به خانه پدر رفتم و جدا شدم. خب اما شوهرم طلاقم را نداد. با امید به خارجه رفتیم که زندگی من خوب شود. دویم فرزندم تولد یافت، اما هیچ دیگرگونی نیست. روز تا روز شوهرم و خانگیاشان در نظرم بد شدیان. بعضا فکر میکنم که به کدام خاطر با او زندگی میکنم. حتی نماز نمیخواند. در شب قدر شب زنده‌داری کردم و از پروردگار مهربان دعای از شوهر جدا شدن کردم. بابایشان مصلحت دید که چیکار کنم. من به خاطر فرزندانم زندگی کنم یا نه؟ انتظار جواب شما هستم. با احترام خواهر شما. خواهر عزیز، انشاءالله صبر کن. به خاطر فرزندان زندگی خود ادامه دادن گیر. وظیفه شما زنها مهربانی کردن است، نوازش کردن است، با خوبی و ملایمتی فهماندن است. شما میتونید اگر استادگیری کنید، اگر شوهرتان خوب احترام کنید، او هم خوب شود و زندگیتان انشاءالله آینده خوب می شود. من به شما میگویم که اگر در آزار شوهرتان خواه تهمت میکند خواه خوشامدتان تهمت میکند، شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. زیرا در روایت امام غزالی میگوید هر خانم در آزار شوهرش صبر کند، خداوند برای او ثواب حضرت آسیه همسر فرعون نصیب میگرداند. بنابراین مشورت من برای شما جدا شدن نیست. زیرا زنهایی که از شوهراشان جدا میشوند امروز خیلی زیادند. شوهر نمییابند، باز خاری و زاری و باز محتاجی. بنابراین شوهر دیگر هم کنی او فرزندای تو را دوست نمیدارد. بنابراین خواهش ما، نصیحت ما برای شما این است که شوهرت زندگی کن و اخلاقی خوب کن، خوب چهره کشاده داشته باشی، مهربانی و نوازشش کن. خوب وقتی که نماز نمیخواند با ملایمی فهمانش. انشاءالله روز مسلمان باشد نماز میخواند. اما من جدا شدن شما در خواهر راضی نیستم که بعد پشیمان میشی، فایدت نمیکنه.